سه تا ستینگ مهم که مطمئنم موقع بازی کردن اسپایدرمن 2 به کارت میاد. ستینگ اول از همه این که توی بازی اسپایدرمن 2 برخلاف اسپایدرمن قبلی میتونی مدل تار زدن تو تنظیم کنی که خیلی مثلا طبیعی گرایانه باشه، مثلا باید نزدیک ساختمونا باشه، حتما تاپ خوردن تا آروم تر میشه. حالا یه چیز بهت بگم، اگه این تنظیماتو بین 0 تا 10 رو بذاری روی 6، از همه حالتها سرعتش بیشتر میشه. من خودم نمیدونم که حالا باگ چیه. 10 باید طبیعتا سریعتر از بقیه باشه، ولی روی 6 سرعتش بیشتره. ستینگ بعدی که به کارت میاد بدونی اینه که اسکینای انیمیشنی چه مایلز چه پیتر یه حالت گلیچی طوری داره که مثل انیمیشن خودشون بشه، ولی تو اگر این حالت روی مخته و میخوای همون جوری خیلی صاف و روون تکون بخورن مثل بقیه اسکینا، میتونی بری توی ستینگ، از این بخشی که دارم بهت نشون میدم این گزینه رو آف کنی و به صورت طبیعی برمیگردن اسکینا. ستینگ بعدی وقتی بازی رو تموم کنی به دردت میخوره که مخصوص تغییر دادن رنگ سیمبیوت و حالت بوست های پیتر روی هواست. پیتر هم با اسپایدر آرم میتونه رو هوا بوست بزنه، هم با سیمبیوت که ستینگش از اینجا میتونی تغییر بدی. رنگ سیمبیوتت هم وقتی به دردت میخوره که بخوای لباسای مختلف سیمبیوتی مثل آنتی ونوم یا خود ونوم رو بذاری، اون موقع میتونی با آنتی ونوم سیمبیوتت رو سفید کنی، با ونوم سیمبیوتت رو مشکی کنی. اینم شاید واسه جالب باشه که بگم توی تنظیمات اولیه بازی اصلا همچین ستینگی وجود نداشته. این وقتی شما بازی رو تموم میکردی اگه لباس ونوم هم میپوشیدی باز ابیلیتی سیمبیوتیت سفید بود و ترکیب آنتی ونومی داشت. راستی اگه هنوز اسپایدرمن 2 بازی نکردی ولی خیلی دوست داری که تجربهش کنی، میتونی با ساب کردن من و رسوندن من به 500 تا ساب توی گیو اوی اسپایدرمن 2 شرکت کنی و احتمال برنده شدنش رو داشته باشی.